آن لحظه واکنش‌ها و احساسات آنها را ثبت کرده و من از آنها پرسیدم. هنا سجلنا ردود أفعالهم ومشاعرهم عندما فتحوه وطبعنا هذا الكتاب. این کتاب پر شکلش مانند قرآن است ولی صفحه هایش پر خالی از آیات های. ما گروهی از خوانندگان و قاریان را دعوت کردیم بدون آنکه به آنها یگان چیز درباره این فکر بگوییم. آنگاه این کتاب را به دست آنها دادیم و از آنها خواستیم که چند آیت را بخوانند. آن لحظه واکنش‌ها و احساسات آنها را ثبت کردیم و من از آنها پرسیدم. اگر قرآن از قلبت گرفته شود چی خواهی کرد؟ من هیجم، حقیقتا هیجم. حرفيا أنا لا شيء من دون القرآن. این واقعه دهشتناک است، سخت دهشتناک. اگر قرآن از قلبت برده شود این مصیبت است. قسم به خدا این حالت قلبی هر کسی را که این کتاب را به دست میگیرد تکان میدهد. هر کسی که قلبش با قرآن پیوند دارد وقتی این قرآن خالی را می‌بیند گویا در آن لحظه آیات‌ها از قلب او نیز گرفته شدند. در آن دم احساسات تنگی و درد می‌کند. این یک منظره وحشت انگیز است. منظره است که بزرگی حرف‌های قرآن را نشان می‌دهد. ارزش وجود قرآن را در زندگی ما نشان می‌دهد. این منظره اثبات می‌کند که قلب‌های زنده آنهایی که با قرآن زندگی میکنند و آنهایی که از قرآن غافلند قلبهایشان مرده است. این منظره هر یکی ما را وادار میکند که به قلب خود بگوییم ای قلب او در کجای نسبت کتاب خدا؟ سبحان الله، من قرآن را کشادم چیزی نیافتم. آنگاه تصور کردم اگر شخص هیچ قرآن را حفظ نکرده باشد زندگی او مانند خانه ویرانه می شود. حقیقتا چنین انسان گویا نه دنیا را شناخته است نه حیات را فهمیده است. راستش را گویم وقتی که قرآن خالی را دیدم بدنم به لرزه درآمد. اما باز در آن برکت است، در آن تمام برای روح است. با وجود آن که آن را از بر کردم اما باز در آن برکت است، در آن غذا برای روح است. سخنانش دلگیر کننده نیستند، برعکس هر بار زیباتر می شود. او بهترین یار رفیق است، چنانکه امام شاطبی رحمه الله فرمودند این واقعا پند و عبرتی بزرگ است. از هر کلامی که شنیده ام تأثیر گذار است. ای الله قرآن را در قلب‌های ما استوار گردان. من زنده نیستم به قرآن، من نمیتوانم به قرآن زندگی کنم. این چند دقیقه ما را فرا می‌خوانند ای خواننده قرآن تا بند شویم به آن نوری که در سینه داریم. کلام پروردگار این امانت است که باید نگهداری کنی، تکرار کنی، حفظ کنی، عمل کنی. این دقیقه ها تو را ای کس که راه حفظ قرآن را آغاز کرده ای تشویق میکند که دوام ده، منظم باش، زیرا تو در راه مقدس قرار داری. خدا تو را به واسطه قرآن بلند میکند و در انجام غالب خواهی شد. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند به واسطه این کتاب خداوند گروهی از مردم را بلند میکند و دیگران را پایین میبرد. روایت عمر ابن خطاب رضی الله عنه. اکنون من به خود میگویم اگر من روزی در نزد پروردگارم حاضر شوم عملهایم پیشکش شوند اما خود آنها را قبول نکند چه میکنم؟ اگر من در روز قیامت در نزد مردم فاش شده باشم و گویند برو به دوزخ، اولین کسی هستی که با قرآن دوزخ را افروخت. ای الله ما را از اهل قرآن گردان، آنهایی که از خاصان تو هستند. من زنده نیستم به قرآن، من نمیتوانم به قرآن زندگی کنم.